خبری رادیو زودی خوش آمدید. شعله گلخوجه هستم. سلام. موضوع امروز 11 سپتامبر از این قرار است. چقوری کودک کش برای اخماس رفتند و دیگر برنگشتند. به داد خانواده‌ای که یک بار 3 فرزندش را از دست داد کی میرسد؟ دو فرزندم نقش بستگی است. یکی نوزن سال اول داشت 2010 معجمین 2012. برکناری با یک توییت و 2 ساعت پیش از مجلس دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مشاوره امنیتی ملی این کشور را از مقامش گرفت. دزدی است یا صرفه‌جویی بس یک ساکن دوشنبه با شبکه برق دهی تا به دادستانی رفت جانب سازش کردنی نیستند. Я не сказал, что у меня отопление зимой. من با آنها گفتم که زمستان اتاپلینیا دارم، گاز دارم که برایم کمک میکند. آنها باور نکردند. خانواده در جنوب تاجیکستان خواستار برقراری عدالت و مجازات عاملان هلاکت فرزندان نابالغشان هستند. فاجعه در اولیه بوریخانوف چند ماه پیش سر زد. آنها در یک آن واحد 3 طفل خود را از دست دادند که به درون چقوری افتاده از آن بیرون شدن نتوانستند. محمود جان رحمتزاده با این خانواده صحبت داشت و گزارش را رستمی جانی تهیه کرد. این خانواده 2 ماه می شود ماتم دارد. نازنین 10 ساله، محجبین 7 و شهریار 6 ساله غرق شدند. تیز تیز نوارهای جشن خانوادگی را می بینند و می خواهند مقصران مرگ آنها جزا بگیرند. دنیا به دروازه نیست و کم ترک 3 تایمه جگر گوشه من بعد چی زحمت در امی سنگا ما کلان کردم من پشتوره میکنم مکتب میزگرون اولکم. حادثه 16 ایول در سواحل این رود رخ داده است. 3 طفل به گفت والدین از کنار این حوض آب که راه دهه در پهلوی آن است میگذشتند. از اینجا راهسازان شغل میکشاندند و حوض چقور به وجود آمده بود. حالا ما جایهای هموار شده آن را بعد حادثه میبینیم. همین راهی هم اهالیه. وقتی فرزندان ما هر روز با دوری آب میگذاشتن، آب طور همین پای افزوله بود. فرزند من نفهمیده بر دوری هم آب رفته در همون چقوری 6 متر زدگی. بیبی خال شریفова میگوید آن روز کودکانش برای خریدن یخماس از خانه بیرون شدند و بعد 30 دقیقه جسدشان را آوردند. می رفتن می خریدن می اومدن و نیم ساعت گذشت. الخون شدم خیر رفتم ایدمشون برون اومدم رفتم همون راهی که می رفتم با سرشون همین پایون قدید تو گیرد همون حوض چاه کندگی همین آدمای کارکنی دولت ده بچه‌ها تو مرا یا تا نگفت که همینطوری گپ یا همسایه‌ام با پیشم گذاشتم تا گذاشتم رفتم همین رفتم رسیدم خبر اومد که گلکو دا اوزده دام کرده بالنسا بردن. والدین بر مرگ این 3 طفل شرکت راهسازی را گناهکار دانسته به مقامات مراجعت کردند که آنها را جزا بدهند. اومده با من چی میگه؟ خواهی 20,000 سومونی میتیم نه خواهی دیگه نه. من گفتم برادر من نه سومتون در کاره نه خودتون مرا فرزندم خود بود که $100,000 برای فرزندی مرا زنده کنیم من به شما 300,000 سومون قرض خولو ای وزیرا میکنم میتم من ده 20,000 سومون شما هم در کنید پول تونم. دادستانی ناحیه تیمور ملیک حادثه را تحقیق کرده مکتوب فرستاده است که به سبب نبودن عامل‌های جنایی پرونده باز نکرده است. والدین به این خلاصه مقامات راضی نیستند. قرار شما رد کرده شد یگان کس گناهکار کردنی نیستم. وقتی که من همین کارشون رو دیدم پیش میرم میگم برادر این چه خیلی حادثه نه خلق فایرو نه چه خیلی قرار رد میکنی همین قطعی گپ نمیزنم. ساکنان دهه قرقمیش میگویند 10 مراتبه از خطرزا بودن چقوری ها به مقامات شکایت کردند ولی کسی به دادشان نرسید. این حالا احوال مثال دهه ما را نگاه کنید که تا چی قدر نگاه کنین همین تریتوریای سنگا و همه جاشا کندگی هم. بر طبق یک عهدنامه راهسازان منطقه کنگورد بلجوان خاولینگ می بایست چقوری های به وجود آمده را پر می کردن. ساکنان می گویند نباید برای نقض این عهدنامه راهسازان بی جزا مانند. ما کمازاشونه من کردیم داشتی کم روبروتون بیاین بگین اهالی 500 600 اقلا 1 کیلومتر پایینتر رفته همین کارتون بکنین که هیچ که پریزنوات نکرد. گپ مور خلق اون چیزی که کس گفت قبول نکردن. آنها نمیخواهند فاجعه به سر همدیه‌شان آمده تکرار شود. هنوز هم بعضی قطعه ها را در حدود دهه قرقمیش مردم ناامن می حسابند.
رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که به سبب مخالفت‌های نظر با مشاور امنیتیش جون بولتون او را از مقامش برکنار کرد. بولتون گفت که خودش رفته است. جزئیات در گزارش همکارم توری سفر. قرار بود جون بولتون در این مشورت درباره مبارزه با تروریسم با وزیر مالیه استیون منوچین و وزیر خارجه مایک پامپئو حضور داشته باشد. امر امروزه رئیس جمهور تلاش‌های مقابله با تروریسم را تقویت می‌بخشد. اما 2 ساعت پیش از مجلس ترامپ بولتون را با یک توییت برکنار کرد. بولتون گفت خودش استعفا داد. رفتن بولتون بعدی لغو ملاقات سری با طالبان در واشنگتن صورت گرفت. قرار بود در نشست خروجی سربازان آمریکایی از افغانستان بررسی شود. میگویند بولتون مخالف چنین سازش بود. ظاهراً بعد لغو ملاقات با طالبان مشکل و اختلافات پیش آمد که در نهایت با ترک بولتون تمام شد. رفتن بولتون همچنین در زمان است که بعضی از تلاش‌های دیپلماتی رئیس جمهور برای حل مشکلات با کره شمالی و ایران ادامه دارد. جون بولتون سالهاست به تغییر رژیم در ایران پایفشاری دارد که مایه بزرگ نگرانی در جمهوری اسلامی است. با رفتن او تغییر رژیم هم در دستور کار نیست و این فضا را برای مکالمه احتمالی بین تهران و واشنگتن فراهم می‌کند. بولتون را از طرفداران سرسخت استفاده از نیروی نظامی آمریکا می‌دانند، ولی ترامپ طرفداری چنین کاری نیست و با این مشاورش اختلافاتی نظر داشته است. رفتن بولتون همچنین در زمان است که در سیاست خارجی ترامپ و گروه امنیتی او تغییر زیاد به وجود آمده است. متحدان ما نامعلومی و تغییر یکباره را خوش ندارند. آنها می‌خواهند حکومت یک صدا و ثابت باشد، ولی همین چیز را در دستگاه ریاست جمهوری نمی‌بینند. مایک پامپئو گفت رفتن بولتون تغییر در سیاست نمی‌آورد. من فکر نمی‌کنم که هیچ یک رهبر در جهان به این خلاصه برسد که به سبب رفتن یک نفر سیاست خارجی رئیس جمهور تغییر یابد. جون بولتون سومین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ است که در 3 سال اخیر برکنار می شود. برمیگردیم به تاجیکستان. ظاهراً امسال سطح خوجگی دهقانی در تاجیکستان که به پرورش پخته مشغول بودند ضرر دیده و برای کشتی این زراعت در سال آینده دست آستین بر نمیزنند. دهقانان و پخته‌چینان تاجیک میگویند با نرخی که امسال از آن پخته را میخرند از روی انصاف نیست. گزارش تلویزیون نستایش وریم را عبدالله اشورف تقدیم میکند. شادخان نظروف دهقان تاجیک میگوید بهتر میبود اگر جواری میکارید. او از 3/2 حصه زمینش را پخته کشت کرده است. بنابر خشک و گرم آمدن هوا حاصل پخته نیم برابر کم شده است. بر ضمن این امسال شرکت ها نرخ خرید پنبه را پایان بردند. در زمین باقی مانده شادخان برای تأمین خانواده سبزوات کاریده است. کشتی کار رفت راست خودش دار. دمی 6-7 هزار سوم راست خوده. فایده نیست آخه. 10 سنتینر پخته است. 6,000 سوم بولا شو بعد چه فایده آخه. ابشه کم آخه 4,000. 6,000 شو بعد چه فایده میشه. پخته را در تاجیکستان با دست میچینند. کشاورزان عمدتاً برای پخته چینی زنان و دختران دهه را جلب میکنند. آنها می توانند روز تا 120 کیلوگرم پخته چینند. سال گذشته برای چنین نتیجه حق زحمت آنها از 6 تا 6.5 دلار بود. حالا حق زحمت سنگین یک روزه آنها کمتر از 5 دلار است. چوق میکنی یگانه میکنی سکنکه میکنی خیلی این وقت دازی پخته ارزان شده. ای باید مهنت کردن در کار پخته را چینده در زواد برده سپردن در کار که اگر همون قومای همون چی ارزان داد این مجبوره که هم ارزان تیاب خیلی دیرم پخته 30 دیرم همین کیلوی مهنت میان مال خام میکنه خیلی ارزان میکشن 30 دیرم کیلوی پلتیه. شرکت هایی که به کارکرد و صادرات پخته تاجیکستان مشغولند قیمت خرید پنبه را به حساب میانه 30% ارزان تعیین کردند. مقامات وزارت کشاورزی میگویند این کار از قبل مصلحت شده نیست، بلکه در بازار جهانی نرخ پخته پایین آمده است و شرکت ها نیز ناچار قیمت خرید را پایین آوردند. با حکومت جمهوری تاجیکستان باید ارزش اصلی پخته را 6 تومان 70 دیرم
معین کردیم، ارزش اصلا معین شد و حکومت پیشنهاد گردید. اما زوادات پخته چندی میخرن نمیخرن این در صلاحیت ما نیست. سال گذشته پرورش پخته برای زمینداران فایده خوب آورد و خواجگی های دهقانی هر یک کیلوی آن را تا 60-70 سنت فروختند. امسال دهقانان کشت این زراعت را 25% بیشتر کردند، اما انتظاراتشان برآورده نشد. حالا ده ها هزار خواجگی های دهقانی و کشاورزان علاهیده ضرر می‌بینند. در این قسمت برنامه از بس یک ساکنی سالخورده دوشنبه با شبکه برقدهی خواهیم گفت که جانب‌ها برق بودنشان پای فشاری میکنند. کارمندان شبکه برق قهرمان گزارش بعدی ما را به دزدی متهم دارند، ولی او میگوید که برق را صرفه‌کارانه استفاده میبرد. سرانگیز نوروشو و شعلوی عبدالله موضوع را تحقیق کردند. این مردی 80 ساله به دزدی برق متهم می شود. شب 2 نفر آمدند و مرا از خواب بیدار کردند و من تلفن نشان دادند که حساب کنک برقیتان کار نمی کند. من گفتم صرفه می کنم، شما به زندگی من نگاه کنید. ویکتور کاناتوف که تنها زندگی می کند میگوید 300 سومونی نفقه می گیرد، توان پرداخت مبلغ برق را ندارد و برای همین صرفه جویی می کند. حالت های می شوند که شبانه روزی بغیر از یخدان از برق استفاده نمی بریم. شب با فنریک هم می گردیم. او میگوید مبلغ استفاده برق در خانه او 7-8 سومونی را تشکیل میداد و این باعث شبهه کارمندان شبکه های برقی و به دزدی گمان بر دانستنی او شد. من با آنها گفتم که زمستان اتاپلینیا دارم، گاز دارم که برایم کمک میکند. آنها باور نکردند که چگونه در زمستان هم حساب کنک برقی 8 سومون کار کرده است. من گاز را 15 سومونی پر میکنم و نیم ماه میگردم. من برای حموم کردن هم آب را گرم میکنم یا به خانه دوستانم میروم. مسئولین شبکه های برق ناحیه اسماعیل سامانی که قناتوف را به دزدی برق متهم میدانند میگویند دلیل دارند. ثبت کردیم نقل اوی قیانی که ایزولاسیون کردگی در ثبت است. از دیگر جا از پیچونده از دیگر جا نول آوردگی. با گفته ناظران کاری حساب کنک منزل ویکتور کاناتوف شبهه آور بود و آنها در یک سنجش نیمه شبی معلوم کردند که برق غیر قانونی استفاده می شود. دیدیم که در داخل خودی همو حساب کنک‌های برقی کابل زبور که میگن شید اوای شوچکی یک مشتری خاموش بود. در اون حالت ما ثبت کردیم. در اون حالت وقتی ثبت کردیم مشتری رو فریاد کرده جیغ زدیم. بعد جیغ زدن همین یعنی حساب کنک با حالت کاری اوله برگشت. با شکایت از کاری ناظران ویکتور کاناتوف به دادستانی مراجعت کرد و یک گروه کاری به سنجش سفربر شد. او از نتیجه این سنجش راضی نیست. حالا کاناتوف برای ویران کردن قاعده های استفاده نیروی برق 1200 سومونی جریمه شده است. در آگاهینامه اداره شبکه های برقی تاکید شده است در صورت نپرداختن این مبلغ خانه استقامتی او از استفاده نیروی برق محروم می شود. برق تاجیک میگوید در 6 روز اول ماه سپتامبر 212 حالت غیر قانونی استفاده شدن برق آشکار شده است. یک سبب استفاده غیر قانونی برق در نرخ گرانی آن و دست کوتاه داشتن ساکنان دانسته می شود. برخی از ساکنان برعکس از آن شکایت می کنند که مبلغ برق از طرف کارمندان شرکت بر زیاد حساب می شود. شرکت برق تاجیک چند سال باز تلاش دارد به نظام بیلینگی یعنی پرداخت طریق کارت های الکترونی گذارد. این نظام به گفته مسئولین به این بحث ها نقطه می گذارد. و سفر مهاجران تاجیک به روسیه زیاد شده است. طبق اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در نیم سال جاری بیش از 357,000 با این کشور برای کار به روسیه رفتند. این رقم در قیاس با یک سال پیش 27% بیشتر بوده است. مقامات تاجیک سبب را در بهتر شدن شرایط کاری مهاجر خارجی در روسیه نام بردند. بینندگان عزیز، برای امروز برنامه خبری را با همین خبر خلاصه میکنیم، اما شما امکان دارید که خبرهای روز را از وبسایت رادیو آزادی بخوانید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته می شود، میتوانید تماشا کنید و هم اگر خواستید صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال است با اونجا وارد شوید. ولی من همه شما را فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی منتظر میمونم. برای همراهی تشکر و خدا نگهدار.